مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبان عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده دو تا از موضوعای جنجالی و پر حرف و حدیث این روزهای فضای مجازی ایران رو. موضوع اول در خصوص این چهره مرحوم علی انصاریان که از دوستای قدیم من هم بود و در خصوص علت فوت علی انصاریان که این روزها حسابی در فضای مجازی در خصوصش صحبت میشه و ابهام وجود داره با توجه به این که داریم نزدیک میشیم به سالگرد فوت علی انصاریان و صحبت‌های داماد خانواده‌شون، دوستانش، چند تا از مجریان ورزشی و افراد دیگه که ابهامات عجیب و غریبی توی پرونده ایجاد کرده که راجع به این قضیه افشاگری می‌کنیم. با ذکر این موضوع که من قبلا هم در خصوص علی انصاریان در کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده چندین ویدیو ساخته بودم و از زوایای مختلف ماجرای فوت علی انصاریان، بازیکن، مجری، خلاصه آدم هم فن حریف بود که تو باشگاه استقلال پرسپولیس بازی میکرد و به نوعی یاغی بود. کنم سال 83 تا 85 تو باشگاه پرسپولیس بود، 85 رفت باشگاه استقلال تا 86، بعدش رفت استیلازین، سال 87 88 رفت استقلال اهواز که من از موقعی که توی استقلال اهواز و در اهواز بازی میکرد با علی انصاریان آشنا شدم و دوستی ما ادامه پیدا کرد و بعد از اون هم سال 1390 از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و روی آورد به بازیگری و مجریگری که البته در دوران بازیش هم اولین بازی که در تلویزیون کرد در فکر کنم سریال زیر آسمان شهر بود و همین قضیه باعث شد که استعدادش تو این قضیه شکوفا بشه مثل خیلی از بازیکن‌های دیگه، مثل پژمان جمشیدی که به نظر من بازیگر توانمندی هستش و روی آورد به دنیای بازیگری. مهرداد میناوند که از دوستان قدیمی علی انصاریان بود، اونم چند تا فیلم بازی کرد و جدیداً حتی بهنام ابوالقاسم پور هم روی آورده به دنیای بازیگری. خلاصه از سردمداران فوتبالیستایی که بازیگر شدن یکیشون علی انصاریان بود که حالا بررسی می‌کنیم. موضوع دومم که حالا در ادامه این ویدیو اگر برسیم در خصوص ماجرای جدایی منوچهر رهادی و یکتا ناصر هستش، زوج هنری که 20 اسفند سال 1394 ازدواج کردن و دیگه زندگی مشترکشون 7-8 سال بیشتر طول نکشید. البته سال 94 ازدواج کردن، 95 یه دونه بچه به دنیا آوردن به اسم سوفیا و حالا هم جدا شدن از هم دیگه که جزئیات جدایی اینها هم به شما خواهیم گفت. خیلی سوال پرسیدن که در خصوص این زوج هنری ایران یکتا ناصر و منوچهر رهادی صحبت بکنی که منم حالا اگه برسم توی این ویدیو صحبت کنم. اما برگردیم به موضوع اول در خصوص علی انصاریان. یک بک‌گراند یا اصطلاحاً پیش زمینه در خصوص علی انصاریان بگم که تو همون اوایلی که کرونا شروع شده بود و خیلی میگفتن رعایت بکنید و این گوشی منم همچنان اذیت میکنه، علی انصاریان و مهرداد میناوند رفتن و در یک برنامه اینترنتی شرکت کردن بدون اینکه پروتکل‌های اون موقع رعایت بکنن، بدون ماسک در کنار هم دیگه و برنامه ویژه دربی بود اگر اشتباه نکنم و اوایل بهمن ماه. خلاصه توی این برنامه شرکت میکنن و بعد از اون اول خبر میرسه که مهرداد میناوند درگیر ویروس کرونا شده و کرونا گرفته که این قضیه خیلی توی رسانه ها وایرال شد و چون اول خبر مهرداد میناوند رسانه ای شد و رسانه ها راجع به صحبت کردن، مهرداد میناوند هم خب به حال مشکلات زیادی رو داشته، خدا رحمتش بکنه، اما خب به حال یه قسمتی از زندگیش مهرداد میناوند درگیر یه سری از مشروبات الکلی و مواد چیزای مختلف شده بود. به حال واقعیتی که نمیشه کتمانش کرد. خب همین قضیه قدرت جسمانی و بدنی یه آدمی که حالا مثلا نرمال هستش با آدمی که حالا درگیر این موضوعات هستش، من خودم هم مثلا قلیون میکشم، حالا خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. حالا یاد بگم که آره طرف مرده نمیدونم داره جور صحبت کنه، نه خب به حال من که الان قلیون میکشم با طبیعتا آدمی که آدم سالمی هستش بذاریم کنار هم دیگه، من
اگر درگیری بیماری بشم با اون آدم ممکنه که من بدنم کمتر مقاومت بکنه. در خصوص خب این افراد هم همینطوری هستش. خلاصه مرداد میناوند وقتی که زودتر متوجه این قضیه میشه زودتر به بیمارستان مراجعه میکنه. اگه اشتباه نکنم به بیمارستان لاله مراجعه میکنه که بعدش میان عنوان میکنن که علی انصاریان هم درگیر ویروس کرونا شده و چند روز بعدش حتی علی انصاریان برای مرداد میناوندی که مراجعه کرده به بیمارستان استوری میذاره و چیزایی که در خبرها اومده رو میخوام به شما بگم، بعد چیزایی که در پشت پرده اتفاق افتاده و من متوجه شدم بهتون میگم، یعنی از منابع مختلف. علی انصاریان چند روز بعد از اینکه مرداد میناوند به بیمارستان مراجعه میکنه، اونم خبر درگیر شدن ویروس کرونا رسانه‌ای میشه و اونم به بیمارستان مراجعه میکنه که بعد از اون همه میگن که مرداد میناوند بوده که ویروس رو منتقل کرده به علی انصاریان. اما همه نزدیکان و دوستان قدیمی علی انصاریان میدونن که علی انصاریان یه مقداری از فضای بیمارستان و از فضای آمپول زدن و اینا میترسیده از قدیم. به خاطر همین وقتی که متوجه درگیر شدنش به این موضوع میشه به بیمارستان مراجعه نمیکنه و سعی میکنه که تو خونه خود درمان رو انجام بده. توی خونهش با دوست دخترش زندگی میکرده، حالا خانمی به اسم مریم که دست بر قضا خوزستانی هم هست که حتی مادر علی انصاریان، ننه علی که اینا توی ساختمون زندگی میکردن، این قضیه رو میدونستن. مریم که دوست دخترش بوده باهاش هم زندگی میکرده ازش مراقبت میکنه، ولی خب انقدر شرایطش بد میشه و شرایطش پیچیده میشه که من توی ویدیوهای قبلی هم سند و مدرک‌های پزشکی و همه این موضوعات رو افشا کردم، میتونید ببینید. فقط دارم به صورت تیتروار بهتون میگم لینک اون ویدیو که با همه اسناد و مدارک هست، اینکه علی با کی به بیمارستان مراجعه کرد و چجوری مراجعه کرد زیر اون ویدیو هست و حتی چند ساعت پیشم توی استوریام لینکش رو گذاشته بودم، ولی زیر همین ویدیو هم لینکش رو میذارم، میتونید برید اونجا ببینید. فقط دارم شرح واقع و داستان میگم. خلاصه علی انصاریان بعد از اون حتی به یکی از دوستانش که حالت تخصص هم نداشته مراجعه میکنه، بهش چند تا دارو میده و میبینن وقتی شرایط خیلی سخت شده بالاخره علی انصاریان رو مجبور میکنن که بره بیمارستان. توی 3-4 روز اول علی انصاریان توی بیمارستان با دوست دخترش مریم بوده و بعد از 3-4 روز یهو مثلا از اون طرف خواهر علی انصاریان و دامادشون آقای اجدری این قضیه رو وقتی که متوجه میشن و علی انصاریان میره توی یه فضای حالت کما و غیر کما، اصطلاحاً میگن که باید علی انصاریان تنها باشه، که علی انصاریان با دستخط خودش حتی نوشته بوده که دوست داره که فقط دوست دخترش پیشش باشه و کس دیگه‌ای رو اجازه نداده بوده که بیاد تو اتاقش. اما به محض اینکه علی انصاریان از حالت نرمال خودش خارج میشه اجازه دیگه نمیدن دوست دخترش پیشش بمونه و شرایط علی انصاریان و مرداد میناوند به قدری بحرانی بوده، یعنی موقعی که اینها به بیمارستان مراجعه کرده بودن جفتشون 70% از بیش از 70% از ریه‌هاشون درگیر بوده. یعنی این چیزی هستش که توی پرونده پزشکیشون هم موجوده و دیده میشه که حتی من حالا اشاره هم بکنم که جنجال از زمانی آغاز شد که آقای اجدری داماد خانواده آقای انصاریان اومد استوری گذاشت و یه سری توضیحات داد که حالا جلوتر به شما میگم و مجتبی پوربخش هم همینطور اومد و یک متنی رو نوشته بود و توضیح داده بود که حالا راجع به این دوتا موضوع هم به شما خواهم گفت که داستان از چه قرار بوده. اول از این موضوع شروع بکنم که یه مدت گفته بودن که قصور پزشکی شده و پزشکان مقصر هستن که موضوع رفته توی دادگاه و اثبات شده بوده که قصور پزشکی نبوده. ولی در خصوص حامد اجدری که من شنیدم الان هم از کشور خارج شده و در حال حاضر داره پناهندگی میگیره در یکی از این کشورهای، حالا نمیدونم کجا، اروپا یا جای دیگه، البته به خودش ربط داره، موضوع کاملا شخصی هم اصلا باش کار نداریم. علی انصاریان همه دوستان و رفقای صمیمیش و افراد مختلف میدونن که رابطه خوبی با دامادشون نداشت. علتش هم این بود که میگه آقا این داماد ما آدم تنبلیه، چتره، یعنی چیزی که میگفته به دوستاش و میتونن دوستاش این قضیه رو شهادت بدن. بعد از اینکه علی انصاریان حالا رفت توی بیمارستان و فوت کرد و
خیلی قضیهش سر صدا کرد، ایشون شد رفرنس، گفت آی مردم علی فلان بوده، علی جان و چنینشان، در صورتی که تمام نزدیکان علی انصاریان و دوستان صمیمیش، حتی علی کریمی میتونه خودش شهادت بده که علی انصاریان رابطه خوبی با دامادشون نداشته. خلاصه میاد استوری میذاره میگه متاسفانه امسال با توجه به شرایط و معذوریت‌ها و محدودیت‌ها که تعمیل شده بود، مراسم سالگرد علی انصاریان به صورت عمومی برگزار نشد. پس از گذشت 2 سال از آسمانی شدن علی جان، با پیگیری و تلاش بیوقفه و همراهی معدود دوستان واقعی علی انصاریان و زحمات بی‌دریغ وکیل پرونده، مستندات به نفع ما برگشت. با اینکه تعهد داریم جزئیات رو رسانه‌ای نکنیم، اما به حرمت شما عزیزان که صاحب اعضا هستید و لطفتان همواره شامل حال ما بوده و پیگیر هستید و در راستای شفاف سازی و جلوگیری از ایجاد حواشی و دروغ پراکنی ها لازم دونستم نکاتی رو بگم. خب اینجا میگه با توجه به تعهداتی که ما داریم و مردم عزیز، حالا این جمله رو داشته باشید، جلوتر من یه سوال از ایشون دارم که اینقدر مردم عزیز میکنه. مردم عزیز خب گفته که حدود 1 سال و نیم طول کشید که پرونده پزشکی ناقص و سراسر متناقض رو درش دسترسی پیدا کنیم. این مدت بدون دسترسی به هیچ اطلاعاتی، صرفا با استناد به شواهد بنده و دعاوی مطرح می‌شده پیگیری‌ها صورت گرفت و بگذاریم که چه بر ما گذشت، بگذاریم که چه دروغایی گفتن فرافکنی کردن چنین و چنان رو مسیر رو تغییر دادیم. پس از دسترسی به پرونده و چندین مورد تخلف آشکار و بزرگ جدا از تمام تخلفات پزشکی و اخلاقی مطرح شده قبلی، حالا جای سوال است که چطور این موارد در کمیسیون‌های قبلی از دید کارشناسان محترم پنهان مونده و مواردی چون تزریق سلول‌های بنیادی بدون اطلاع و رضایت خانواده و حتی جعل امضا و اثر انگشت در مراجع قضایی اثبات شده، ایجاد حواشی فرار به جلو هایی که شاهد هستیم نشان از نفس‌های آخر تیم باطل است یا حق. خب ایشون اینو گفته و چند روزم گفته که از دومین سالگرد علی انصاریان میگذره. نکته که مجتبی پوربخش گفته و گفته که فقط میتونم بگم تزریق سلول بنیادی یکی از نکات تاریک پرونده است. همچنین منتظریم که پرونده روند قانونیش رو طی کنه، حقیقت برای مردم روشن بشه. به هر حال نکته خیلی مهمی اشاره شده بهش، تزریق سلول‌های بنیادی. حالا من نمیدونم اگه بخواد همچین اتفاقی بیفته آیا باید رضایت خانواده رو بگیرن یا نه. خواهشاً برای ما کامنت بذارید که ببین من 2 حالت میتونم این قضیه رو بررسی بکنم. یکی این که این قضیه به هر حال برای ایجاد جو و چیزهای مختلف هستش که بخوام نشون بدن که این قضیه علتش پزشکا بودن. موضوع دوم هستش که واقعا خواستن شاید علی انصاریان رو یک موش آزمایشگاهی بکنن برای اینکه بخوان تست بکنن یه سری داروها رو که بعیدم نیست با توجه به اتفاقات اون موقع بخوان جو و به سمت دیگه ببرن. هیچ از این آخوندا بعید نیست این کار رو انجام دادن. اما اون چیزی که مشخص هستش ریه‌های علی انصاریان و مهرداد میناوند بیش از 70-80% درگیر بوده در لحظه بستری شدن در بیمارستان و طبیعتاً با این همه درگیری تنها معجزه است که میتونه جون این افراد رو نجات بده. اما ماجراهای بعدش هم جالبه. علی انصاریان از دوست دخترش برای نمیدونم چه کاری مبلغ 1 میلیارد تومان 1-2 سال قبل از فوتش پول قرض میگیره و تمام این اسناد و مدارک هم دست، حالا میگن که دوست دخترش هم نبوده، دوستش بوده، حالا ما میگیم دوست اجتماعیش بوده، توسط دوست اجتماعیش ازش 1 میلیارد تومان میگیره، سند مدرکاش هم بوده. این پول رو میره توی یکی از بانک‌های اهواز نگهداری میکنه. با توجه به اینکه علی انصاریان 87-88 اهواز بوده، یه حساب بانکی توی اهواز داشته که روح خانواده‌اش خبر نداشته و اون دوست دخترش هم دسته برقضا اهوازی بوده. بعد از اینکه علی انصاریان خدا بیامرزتش از بیمارستان، حالا میخواستم بگم مرخص میشه، ای کاش این اتفاق میافتاد، از بیمارستان مرخص نمیشه و فوت میکنه، و فوت میکنه، اینکه هزینه های بیمارستان خانوادهش نمیدن، یعنی 1 ریال هم پرداخت نمیکنن بیمارستان، نه ننه علی نه دامادشون نه کسی دیگه. اینایی که خیلی میگن ما دوست دارشون، قابل توجه مردم که اینها پول بیمارستان رو میپیچونن به بهانه اینکه شما علی رو کشتید پول بیمارستان رو نمیدن. این نکته اول. حالا نمیدونم دوستان علی پول جمع میکنن یه کار دیگه میکنن، ولی خب از اون طرف دوست دختر علی انصاریان میره پیش ننه علی، یعنی مادر علی انصاریان،
میگه آقا این سند و مدرک، اینم رسید پولی که من به علی داده بودم، لطف کنید بردارید بدین 1 میلیارد پول منو بدید. اونا میپیچونن. این دختره هم میره شکایت میکنه و متوجه این حساب بانکی علی انصاریان توی اهواز میشن. ولی با وجود این که در دادگاه این قضیه اثبات شده، تا همین الان همین حامد اجدری و خانواده‌اش که میگن آره ما دامادیم و فلانیم و نمیدونم علی عشق ما بود و صحبت‌ها، حاضر نمیشن دین علی رو به کسی که پول از علی طلب داشته بدن، با توجه به اینکه بعد از فوت علی انصاریان نزدیک 200-300 میلیارد تومان ثروت داشته، ملک و املاک و پولهای نقدی که توی بانک داشته ندادن بهش، چون فیلم‌های زیادی بازی کرده بوده و دستمزدهای خوبی گرفته بوده. از اون طرف به حال خانواده مهرداد میناوند یه مقداری شرایطشون ضعیف‌تر بود و شرایطشون حالا شرط مالیش اینا، تصمیم میگیرن که بازیکنای استقلال پرسپولیس با تیم فکر کنم منتخب سال 98 بازی دوستانه برگزار بکنن. بهنام ابوالقاسم پور و چند تا از دوستان نگشت. اسم بهنام ابوالقاسم پور هم اومد که قبلا هم اومده بود صحبتو کرده بود. موقعی که علی انصاریان رو میخوان خاک بکنن، حتی پول سنگ قبر علی انصاریان، چون علی انصاریان در فکر کنم قطعه 222 اگر اشتباه نکنم کنار پدرش به خاک سپرده شده، نه در قطعه هنرمندان، به خاطر وصیت خودش هم بوده. اون سنگ قبرش و مراسم برگزاری 3 و 7 ایناش که البته اون موقع با شرایط کرونایی خیلی سخت برگزار می‌شده، اون موقع نزدیک 60-70 میلیون میشه و پول سنگ قبر و چیزهای دیگر رو هم باز خانواده علی انصاریان، یعنی مادرش و دامادشون و خواهرش میپیچونن و پولو نمیدن. این هم دومین پیچوندنشون بوده که این چون میاد استوری میذاره. خب اینا وقتی من این صحبت ها رو میکنم از رو هوا نمیگم که شیشه نکشیدم بیام اینا رو برای شما تعریف کنم. که بهنام ابوالقاسم پور هست که الان در توی شهرداری بهروز رهبری فر هست، علی انصاریان هست، علی پروین هست، همه اینها شاهد ماجرا هستن. خداداد عزیزی هست، نیما نکیسا هست، میخوام کسایی بگم که جواد کاظمیان هست، عادل کلاهکج، برید بپرسید از این افراد. خلاصه برای اینکه بخوان یه کمک مالی به خانواده علی انصاریان و مهرداد میناوند بکنن، بیشتر به خانواده مهرداد میناوند میان یه بازی دوستانه میذارن. منتخب استقلال پرسپولیس رو نمیدونم، منتخب 98 و افراد دیگه توی این بازی تا جایی که من حافظم یاری میکنه فکر کنم 6 میلیارد تومان یا 12 میلیارد تومان یه همچین عددی جمع میشه. که چرا میگم 6 یا 12؟ چون میان پول رو نصف میکنن، نمیدونم 3 میلیارد به خانواده‌اش دادن یا 6 میلیارد، چون عدد 6 توی ذهنمه. با اسپانسر و پخش تلویزیونی و چیزهای مختلف، حالا ما کفیشو میگیریم 6 میلیارد تومان. 3 میلیارد تومان میدم به خانواده علی انصاریان، 3 میلیارد تومان هم میدم به خانواده مهرداد میناوند برای گرامی داشتشون این بازی رو انجام دادن. مادر علی انصاریان، ننه علی، اون 3 میلیارد رو میگیره. خواهرش و دومادشون با مادر دعواشون میشه. خواهرها و دوماده میگن به ما هم یه پولی بده، مادره نمیداده، یعنی صفر، یعنی تو خون به پشه نمیده، روغن میفته یا دستش نمیچکیده. همین ننه علی که علی خدا بیامرز خیلی هم تعصبشو میکشید و پول بدهکارا رو نمیدن. ولی از اون طرف ولی خانواده مهرداد میناوند این اتفاق براشون افتاد. میخوام به شما بگم که یه همچین اتفاقات عجیب و غریبی در این اتفاقات افتاده و به خاطر همینه وقتی من مثلا داماد خانواده علی انصاریان میاد همچین صحبتی رو میکنه و میشن رفرنس خبری که میگه آقا تزریق سلولای بنیادی بوده، وقتی من این صحبت ها رو همه این صحبت ها رو من نزدیکان علی انصاریان شنیدم و از بازیکن های سابق باشگاه استقلال پرسپولیس و تیم ملی، بازم میگم شیشه نکشیدم میدونم برای شما تعریف کنم و اونا منبع خبری من هستن و توضیح دادم و این اتفاقات رو گفتم. پول سنگ قبر رو ندادن، پول بیمارستان رو ندادن، پول بدهکارا رو ندادن، حتی پول خرما ندادن. پول خانواده علی انصاریان پول خرما رو به مردم ندادن، خودشون پول جمع کردن و دادن. یعنی 1 ریال هم برای علی بیان فاکتور بکنن. آقای حامد اجدری، خانواده علی انصاریان، مگه نمیگید بیاد آقا نشون بدید که پرداختی هاتون به بیمارستان چقدر بوده، پرداختی هاتون به بهشت زر، مشخصه پولایی که پرداخت کردید دیگه، 2 تا 4. برای همین من
تزریق سلولهای بنیادی که اینا ادعا میکنن رو باور نمیکنن با توجه به رفتارهای گذشتهشون. این از موضوع اول. موضوع دوم بگم در خصوص منوچهر هادی و یکتا ناصر که به عنوان زوج خوشبخت هنری صنعت پر رونق سینمای ایران ازشون یاد میکردن. یکتا ناصری که متولد 12 آبان 1357 بود که چه عرض بکنم، و منوچهر هادی که متولد 28 مرداد 1351. بهتون اول ویدیو هم گفتم که 20/12/94 با هم دیگه آشنا میشن و تصمیم میگیرن که با هم دیگه ازدواج بکنن و خلاصه 20 اسفند 94 ازدواج میکنن دیگه، مراسم عروسی بود. اما نحوه آشناییشون هم باحاله. این نکته خیلی کلیدی داره و اثبات میکنه صحبت‌های من رو که همیشه در ویدیوام میگفتم که آقا در صنعت سینما ایران فساد وجود داره. ببینید چی میگه منوچهر هادی در همون روزهای خوشخوشان اول آشناییشون. بالاخره دل رو زدم به دریا و این سوال ازش پرسیدم در خصوص نحوه آشناییش با یکتا ناصر داره توضیح میده و ایشون هم طبق معمول جواب داد که ای بابا همه کارگردان همین رو میگن ولی سینما باندبازیه و به ما راه نمیدن. باندبازیه؟ نگفتم باندبازیه. یه چیزی تو این مایه ها. دقیقاً. ببینید اثبات کرد دیگه. من همیشه میگم در سینما ایران باندبازی وجود داره، فساد و رانت وجود داره. شما اگه با تهیه کننده و کارگردان نباشی تعطیله. همین قضیه خودش توضیح داد و صحبت کرد و گفت آقا ما نحوه آشناییمون اینطوری بوده. خود یکتا ناصر اومده گفته که فساد وجود داره و بعد از اونم یکتا ناصر دیده شد دیگه. یعنی منوچهر هادی که حالا ما انتقادم میکنیم یکی دو جام توی کلاسای بازیگرش رفت صحبت کرد گفت که همین فردین راجع به من افشاگری میکنه، راجع به زن من چه اینشون هست دیگه. آقا اینقدر با دانشجوها و دانش آموزاش میلاسیده و اینقدر چپ و راست با این ور و اون ور میرفته دیگه. یکتا ناصر هم گفته که خب برو با همونا دیگه، چرا با منی، و تصمیم میگیره که جدا بشه از منوچهر هادی. البته الان سعی کردن که این قضیه به صورت پنهان باشه و کسی متوجه نشه ماجرای جداییشون رو. البته تا قبل از اینکه ما اعلام بکنیم دیگه. حالا دیگه ما اعلام کردیم دیگه، چیزی برای پنهان کردن وجود نداره. ان شاءالله از الان به بعد بتونن در مسیر جدید زندگیشون جفتشون خوشبخت باشن و اتفاقات خوبی واسهشون رقم بخوره. این دو تا موضوع بود. حالا جزئیات بیشترش رو هم سعی می‌کنم بعداً بدم چون تایم ویدیو رفت بالا. علی انصاریان هم خدا رحمتش بکنه، از دوستان خوب من بود و امیدوارم که اگه خبر جدیدی به دست ما برسه در خصوص جزئیات پروندهشون به شما خواهم گفت. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و مرسی که تا این لحظه با ما همراه